мурза равон кард. Инҷо чанд нафар метавонанд зарба зананд? Бисёр ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии мавқуфмондаи Лигаи Олии Мамлакат ки дар он дастаҳои Истиқлол ва Осилот айнари майдони рақобат мешаванд ва ин бозии мавқуфмондаи даври 16-ум аст. Осилот дастаи Истиқлолро қабул мекунад ва таври албатта ин дастаҳо гӯем ки байни худ маслиҳат карданд, бозӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ сурат мегирад ва айни замон мо шумо мутаваҷҷиҳ ҳастем ки ин рақобат чӣ гуна оғоз мегардад. Албатта дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе байси қаҳрамони мавсими ҷорӣ ба ин бозӣ ворид мегардад, чун аллакай пештар аз ин дастаи мазкур тавонист қаҳрамониро барои худ таъмин бинамояд ва ин маъноро дорад ки акнун дастаи хуб Истиқлол метавонад дар рақобати имрӯза бо нишон додани бозии хуб ва ҷолиб ва беэҳсоси фишор албатта дар рафти рақобати имрӯза гӯем ки боз рақобатро пеш барад. Бояд ҳайати дастаҳоро ба шумо шинос кунем ва албатта мо аз дастаи хуб Осилоти ноҳияи Фархор оғоз мекунем, чун мизбони рақобати мазкур маъз дастаи хуб Осилот мебошад. Далер Азизов таҳти рақами 1 дарвозабон аст. Футболбозони дигар рақами 6 Абдураҳмон Нозимов, рақами 28 Билабам Арсен, легионер аст, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев,
توجه میکنیم به همین حمله. سر اول که توسط مرکز جریان داشت ولی بعدا باز مشاهده میکنیم که این وضعیت اکنون به نتیجه به انجام میرسد. رقم 10 لیگنر دسته کپا و یپیو، رقم 26 جونیور پرینسیمه، تحت رقم 70 شهرام سلیمانوف بازی میکند، رقم 7 اسلام زویروف، رقم 88 رومیش جلیلوف، تحت رقم 18 تویرجان تاغویزاده است و رقم 14 شیردین بوبویف. خوب و البته سرمربی دسته مذکور اهلدین توردیف است، متخصص توجیک و با علی جان توردی نظروف، قناعت لطیفوف کمک میرسانند، رستم ریزویف خوب مربی دروازه‌بان ها است و باز دلیر خولوف، داوید بسنجانین و هوشنگ ملیکوف در دسته مذکور فعالیت دارند. و اکنون متوجه میشویم ما به هیئت دسته استقلال دوستان عزیز که با چنین هیئت امروز وارد میدان شده است. یعنی امروز دسته مذکور میتواند از بازیگران ذخیروی هم کم و بیش استفاده ببرد، چون تنها دیروز شامگاهان بازی منتخب تاجیکستان بود که در آنجا البته قسم بیشتری فوتبالبازان از دسته استقلال دعوت کرده شدند. و بیاد اکنون توجه میکنیم ما به هیئت. رقم 99 مهردین حسنوف دروازه‌بان، بازیگرانی که در خط دفاع هستند، رقم 28 سوزوکی کیتا، تحت رقم 21 الکسی لارین بازی میکند، رقم 96 دارکو الیاسکی، رقم 72 مهران مادامینوف، تحت رقم 80 موریلو د سوزا بازی میکند، رقم 23 پرویز بابانظرف، 91 حسین جان قربانوف، تحت رقم 9 فرانچسکو مارجیوتا بازی میکند، رقم 45 دیمیتر میتکوف و رقم 63 مانوچر جلیلوف. الکی از هیئت میتوان پای برد که برخی از فوتبالبازان اساسی البته در هیئت نیستند و طوری گفتیم این سبب خاص خود را دارد. و بازیگران اساسی دسته استقلال در هیئت ذخیروی امروز قرار ندارند، چون طوری گفتیم تنها دیروز بازیگران این تیم در هیئت منتخب تاجیکستان بازی خود را با نپال برگزار کردند و فوتبالبازان این دسته استقلال 4 گل را به ثمر رساندند. اونجا البته 2 گل را توانست که به نام خود شیروانی مبادشویف ثبت بنماید و همچنین علیشیر جلیلوف توانست باز دادن 2 گل دیگر شرفیاب بگردد. نوبسته از این البته برخی از فوتبالبازان اساسی را میتوان اینجا مشاهده کرد. میتوان اینجا مانوچر جلیلوف را برای مثال مشاهده نمود. او دیروز بازی کرد ولی از هیئت ذخیروی به میدان آمد و در قسم دوم رقابت او وارد میدان شد. هرچند گل نزد، اسیست هم نکرد ولی گویم که خلل هم نرساند و دسته وارد میدان گردید و بازی را البته توانست پیش برد در خط هجوم. و دیگر البته بازیگرانی که اینجا مشاهده میکنیم موریلو د سوزا، فرانچسکو مارجیوتا و دیمیتر میتکوف، این بازیگرانی هستند که این زمان در هیئت اساسی دسته استقلال به میدان آمدند. یعنی لیگنرانی که دعوت شدند، نه همه آنها توانستند در رفت موسم جاری اون چیزی که انتظار از آنها بود نشان بدهند، ولی به هر صورت البته دعوت خود را پیدا کردند، در چمپیونات تاجیکستان بازی کردند، بعضی بازی خوب نشان دادند، بعضی نتوانستند، بعضی عموما از آنها یگان دوده نبود. به هر صورت البته این لیگنران گوییم که هوای فوتبال کشور را احساس کردند و همکنون در قسم بیشتری دسته ها در استقلال نمیدونم من راستی، ولی اکثرا همین طور هست که با دسته ها با همون فوتبالبازان به مدت یک موسم شرطنامه می‌بندند. یعنی در همون ماهی که چمپیونات تاجیکستان به انجام میرسد همون ماه شرطنامه آنها را به انجام میرسد. برای مثال همین ماه نوامبر که چمپیونات تاجیکستان رسما بازی دور 22 سپری گشتند. البته دور آخری ما از دور 22 است و در قسم بیشتری دسته ها شرطنامه ها با فوتبالبازان ما از تا آخر ماه نوامبر است. یعنی بازی موقوف مانده اینجا زیاد هستند. توجه میکنیم به همین چون در بازی موقوف مانده کی بازی خواهد کرد، شاید برخی از بازی موقوف مانده ماهی خوب دکبر هم برگزار بگردند. احتمال این چیز وجود دارد. برای مثال برخی از دسته ها تا هنوز بازی زیادی رو نگذرانیدند و باید این بازی ها حتما برگزار بگردند. یعنی بازی های موقوف مانده که تا هنوز دسته ها آنها رو بازی نکردند.
чанд дастае ҳастанд ки ҳамаи 22 бозии худро паси сар карданд, вале гӯем ки ин ба ҳамаи дастаҳо дахл надорад. Барои мисол клуби марказии варзиши артиш 22 бозиро гузаронд, вахш ҳамаи 22 бозии худро паси сар кардааст ва ҳамин ду даста тавонистанд ки 22 бозиро баргузор намоянд, вале инҷо дастаҳое ҳастанд ки хеле кам бозиҳо гузаронданд. Барои мисол ҳамин дастаи Истиқлол ки аз дигарон дида бозии камтар гузаронд, вале новост аз ин қаҳрамон шуд бо 48 имтиёз. айни замон танҳо 17 бозиро гузаронидааст. тавре мо аз сомонаи расмии федератсияи футболи кишвар ин ҷадвалро мушоҳида мекунем, яъне сарчашмаи асосӣ метавонад дар бораи футболи меҳан сайти лигаи футболи кишвар, сайти федератсияи футболи мамлакат бошад ки мо аз он ҷо дида истодаем. Истиқлол 48 хол дорад баъд аз 17 бозӣ ва ин даста танҳо 17 бозиро гузаронидааст. хуб метавон дастаи Регард дазро ишора кард ки 18 бозиро баргузор кард, яъне 4 бозӣ дигар то ҳанӯз надорад. Истиқлол бо шумоли ҳамин бозӣ 5 бозӣ бояд гузаронад. боз баъдан хуб кадом даста бозиҳои камтар дорад? хуб Хуҷанд танҳо 1 бозӣ дигарашро нагузаронидааст. Эсхат ҳам 1 бозӣ нагузаронидааст. Равшан ҳам 4 бозӣ дигар дорад ва яке аз ҳамон бозиҳо маҳз бо дастаи хуб Регард даст ҳам ҳаст ва албатта бозии муҳим ҳамчунин фикр дорам бо Хуҷанд ҳам ҳаст. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум. аз пол меафтад бозигари дастаи Истиқлол ва довар ба нуқтаи зарба 11 метра ишора мекунад. ин пеналтиро Маночер Ҷалилов кор кард ва худи Маночер Ҷалилов метавонад пода бибарад ва онро бо гол анҷом бидиҳад. дар ҳамин фурсате ки пеналти таъин карда шуд, метавонем шуморо бо доварони бозии имрӯза ҳам шинос менамоем. дӯстони азиз, Хуршед Дадобоев бозии мазкурро ҳакамӣ мекунад. Мунирхон Ашуров ва Насимҷон Мансуров аз ду канор ба ҳукумак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Абдулло Давлатов аст. вар ҳам дар ин рақобат аст. Амирҷон Хоркашев онҷо қарор дорад ва Буреев ҳакамат ба ҳукумак мерасонад. Зуал Хуҷаназаров ва ҳамчунин онҷо ёрдамчии 2 нафар мебошад. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар Маночер чигуна тӯбро гирифт, чигуна ҳаракат кард ва чигуна ӯро аз по афтонданд. инҷо қоидаи бозиро Япеву Капава вайрон кард. Маночер Ҷалилов, дӯстони арҷманд, имконият дорад то голи 13 худро дар мавсими ҷории лигаи футболи мамлакат ба самар расонад. Yanel till have a go!
خب دوستان ارجمند، رقابت دستای اوسیلوت و استقلال از بازی موقوف مانده دور 16 لیگ عالی مملکت جریان دارد. حساب رقابت 1-0 به نفع دستای استقلال است. منوچهر جلیلوف توانست پنالتی را با گل انجام بدهد و بازیگر مذکور هم اکنون در جدول نشانزن‌های بهترین در زینه یکم بود و موقع خود را بازم مستحکم کرد. اکنون بازیگر مذکور 13 گل در حساب خود دارد. تا همین دم بازیگر مذکور با 12 گل در صدر جدول نشانزن‌های بهترین لیگ عالی مملکت بود. ارسال با داخل جریمه‌گاه دسته اوسیلوت در هجوم قرار دارد، چون هیئت دسته مذکور هم البته بازیگران خوب جمع‌آوری شدند. فوتبالبازان این تیم هم در تلاشیان هستند تا بهترین رقابت‌ها را نشان بدهند و در رفت بازی امروز علت خصوص توانند بر مقابل دسته استقلال بازی خوب و ارزنده نشان بدهند. و باز همچنین میتوان گفت که نوبست از اون که برخی از فوتبالبازان این تیم بازی خوب را در جریان موسم نشان دادند، اما به تیم منتخب برای بازی رفیقانه حداقل دعوت نگردیدند، چون این بازیگران یک چند تا هستند در لیگ عالی مملکت. یکی از آنها محض در دسته اوسیلوت بازی میکند. شریدین بابایف که این زمان در حساب خود 7 گل دارد و او دعوت خود را پیدا نکرد، نوبست از آن که البته میتوانست در خط حمله در بازی رفیقانه سنجیده شود. و باز چندین نفران دیگر از دستهای دیگر هم هستند که میتوانستند البته کمک برسانند به منتخب تاجیکستان. اینجا مهران مدمینوف در کنار بود، کوشش کرد و طبعا مشاهده کردیم با فوتبالبازان رقیب خلل وارد کردند. پس با عقیب اینجا میتوان استفاده برد، وضعیت خوبی به وجود آمده را و حتی توپ از میدان بیرون شده است. الیسکی خطا کرد و اگر توپ به اوت نمی رفت حتی بازیگران اوسیلوت می توانستند توپ را گرفته و هجوم رفته برای زدن گل کوشش بیشتر بنمایند. حمله نوبتی پس به خط هجوم. ارسال با کم رسانیده می شود. ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا بالاتر از دروازه می رود. هجوم نوبتی را می توانیم ما متوجه بگردیم. تلاش کرد مرجیوتا ولی این وضعیت برطرف کرده می شود. علی عزیزوف از خط دروازه خود حمله را آغاز می کند. بیلا با مارسن پرسینگ کرده ایستادن فوتبالبازان شهر دوشنبه برای گرفتن توپ و برای حمله خود را ادامه دادن و دسته اوسیلوت با شدن زمان کوشش اون را کرده ایستاده است تا از پرسینگ خود را رها کنند و میتوان گفت که به مقصد خود نرسیدند. باز یک رقابت دیگر موقوف مانده خود را دسته استقلال بعد از بازی دوم منتخب تاجیکستان خواهد گذراند. یعنی من در نظر دارم اون رقابتی که با منتخب افغانستان در دوره بازی رفیقانه برگزار می شود در روز 19 نوامبر. بعد از آن یعنی بعد از یک روز آن روز 20 دکامبر بازی دسته های استقلال و ریگر تدز برگزار خواهد شد. رقابت بسیار هم زیبا خواهد بود، چون دسته ریگر تدز هرچند شاید زینه دوم را در موسم جاری هم نگیرد، برای این زینه البته دستهای دیگر امکانیت بهتر دارند، اما به هر صورت بر مقابل دسته استقلال بازی خوب می شود، چون که دسته ریگر تدز قهرمان جام تاجیکستان هست. اونها در
روی خود برای رفتن به فینال جام تاجیکستان از دسته استقلال را شکست دادند در دو رقابت در یک بازی 2-1. بازی دوم 1-0 بر نفع استقلال جمع شد، ولی بعدا گویم که با حساب عمومی 2-1 دسته رگرتاز به فینال برآمد. یعنی 2-0 بازی یکم و 1-0 بازی دوم. نتیجه عمومی 2-1 به نفع رگرتاز شد و بعد در فینال سعی مذکور توانست خوب خوجان را مغلوب نماید و بازی موقوف مانده دور هفتم خواهد بود و طبق نقشه اون در ورزشگاه مرکزی جمهوریه، یعنی در همین میدان برگزار خواهد شد. در مرکز میدان بر مقابل شیرالدین بابویف قاعده بازی ویران شد. هجوم نوبتی، امکانیت خیلی خوب با پاس رسانیده می شود. شیرالدین بابویف پاس به طرف او بود ولی تو به شیرالدین نرسید. حمله نوبتی، ضربه اجرا می‌گردد به طرف دروازه ولی توپ اینجا بعد از رسیدن به فوتبال استقلال بیرون از میدان شود. وضعیت استانداردی ضربه کنجی خواهد بود. شهرام سلیمانوف در کنج میدان قرار دارد و این ضربه کنجی را اجرا می‌کند. ارسال با داخل جریمه گاه، این وضعیت برطرف کرده شد و توجه میکنیم اکنون به حمله جوابی. این هجوم میتوانست بهتر جریان داشته باشد اگر پرویز بابانظرов پاس درست‌تر میداد. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه، مهرالدین حسنوف توپ را میگیرد. پس با کنار بازم بابانظرов کوشش کرد برای دادن پاس دقیق ولی نوبت هم پاس پرویز بابانظرов ناقدر درست رفت. کنه نوبتی میتوان این وضعیت رو بهتر متوجه شد. پرتاب نوبتی میتوان کوشش بهتر کرد. ضربه به طرف دروازه و توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می رود. می توانست امکانیت بسیار هم خوبه به وجود آید اما این وضعیت برطرف کرده شد. مهرالدین حسنوف توپ را به کنار میرساند.
تا به نوبتی با خطی هجوم مرجیات امکانیت خوب میتواند اینجا با وجود آید. ضربه توپ اینجا از قسمت بیرونی دروازه به طوری آن رسید. پس به مرکز توسط کنار چپ حمله نوبتی دسته استقلال را متوجه می‌گردیم. شماره زیادی بازیکنان دسته استقلال در نزدیکی جریمه‌گاه حاصلات بودند و این امکانیت فراهم می‌آورد برای با حمله خوب گذاشتن. شیرالدین بابویف تلاش نمود ولی اونجا دو نفر مبارزه بردند و این حالت برطرف کرده می‌شود. حمله نوبتی توسط کنار اینجا کوشش است. تو با داخل جریمه‌گاه رسانیده می‌شود. منوچهر جلالov مبارزه می‌برد. بعداً مرجیات هم با این مبارزه همراه می‌شود. ضربه خیلی خوب امکانیت برای زدن ضربه و گل. این امکانیت را در سطح عالی استفاده می‌برند فوتبالبازان دسته حاصلات و حساب رقابت برابر می‌شود. 1-1. توی جان تقایزاده توپ را وارد دروازه می‌گرداند. خیلی امکانیت خوب به وجود آمد و در نتیجه پرسینگ خوب که داشتن فوتبالبازان حاصلات توانستند توپ را وارد دروازه بنمایند. متوجه میشویم بار دیگر اینجا دروازه‌بان مهرالدین حسنوف توپ را میگیرد و بعدا راست به پای رقیب می‌دهد. دروازه خالی مانده و البته این امکانیت را 100% استفاده می‌برد بازیگر دسته حاصلات. تا اینجا تقاضا دوستان ارجمند حمله‌گر دسته حاصلات بازیگر تحت رقم 18 مؤلف گل یکم دسته حاصلات و گل دوم این رقابت می‌گردد. حساب بازی برابر می‌شود 1-1. بازم یک توپ را با دیگر در مرکز میدان هجوم نوبتی ولی در مرکز میدان توپ گرفته می‌شود. حمله ادامه خواهد کرد. سوزوکی کیتا تلاش نمود ولی توپ اکنون در نظارت فوتبالبازان حاصلات است. خیلی هم خوب با پاس کوتاه و میونه بین هم دادن فوتبالبازان حاصلات ولی چشم شدند و اکنون حمله خوفناک ضربه و گل. مرجیات حساب رقابت را 1-2 می‌گرداند. ببینید که چگونه از اشتباه همدیگر اینجا استفاده برده ایستادند بازیکنان حاصلات و استقلال. توی جان تقایزاده اشتباه دروازه‌بان را استفاده برده و همکنون فرانچسکا مرجیوتا گل دسته استقلال را از اشتباهی که فوتبالبازان این تیم کردند با هدف می‌رساند. می‌توانیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه او وارد جریمه‌گاه می‌گردد، چگونه ضربه خود را اجرا می‌کند. هیچ کس صدر این ضربه شده نمی‌تواند و حساب رقابت در این فرصت اکنون 2-1 می‌شود. شاید بعد از باران دیروزه چمنزار میدان تا هنوز هم گویم که قوق نشده باشد، تا هنوز هم اندکی تر باشد. از همین لحاظ بازیگری استقلال اونجا بازیگری حاصلات اونجا لغزید و این امکانیت گلزنی برای دسته استقلال فراهم آورد.
бар сурат метавон гуфт он прессинге ки дастаи Истиқлол дошт кор дод. پس واقعی Белаба Марсен توسط کنار پاسیو با شریدین بابایف ارسال با عقیب شهرام سلیمانوف تو با کنار میرسد بیلابا مارسن امکانیت نوبتی مجیان فوتبال گزینی دسته اوسیلات ارسال به داخل جریمه شریدین کوشش کرد شریدین البته بر مقابل سابق دسته خود اونها را کرد شد از در دسته استقلال او به یک بازیگر بسیار هم با مهارت تبدیل یافت او با سر از اول البته بازیگر با مهارت بود که دسته استقلال رو گرفت چون بهترین بازیگران مملکت رو دسته استقلال میتواند جلب کند به حیات خود و بعد از این البته باز سفرهای خارجی او که به نفع او شده. پس به خط هجوم در دسته اوسیلات میتوان گفت که شریدین کارنامه خود را از سر نو احیا کرد چون بعد از آسیب جدی که داشت در ایران بازیگر مذکور یک مدت تنفس داشت در کاریره خود و مکنون باز میتواند با کار دوست داشته خود یعنی با فوتبال مشغول باشد. طبق معلومات ها پیشنهاد ها هستند به شریدین بابایف به مانند بازیگران دیگری مملکتمان و او میتواند بیرون از مملکت هنرنمایی کند بعد از انجام همه بازی که باز خوب دسته اوسیلات را شاید از پیش انتظار باشند چون اگر ما این زمان حاصلات فرخور رو ببینیم این دسته بازی آخرین خود را گذرانیده ایستاده است اصلا چون تا همین دم حاصلات 21 بازی را گذراند و این بازی 22 حاصلات است یعنی این بازی آخرین در نوسین برای دسته حاصلات است. پرتاب به داخل جریمه گاه رسانیده می شود و کی میداند شاید برای برخی از فوتبال بازان همین رقابت در حیات دسته اوسیلات آخرین باشد. ارسال به داخل جریمه گاه امکانیت میتواند باشد برای با حمله گذاشتن وضعیت خیلی خوب به وجود می آید ولی در خط دفاع بازیگران دسته استقلال موقعیت درست داشتند محض نتوانستند وضعیت مذکور را برطرف کنند. بیلابا مارسن پس به مرکز توسط کنار حمله نوبتی ادامه دارد و سپا مهتد رامش جلیلوف یک فوتبال بازی دیگری که دسته استقلال برای بیگانه نیست. البته بر مقابل سابق دسته خودم بازی کردن این یک چیزی نو در فوتبال میهن نیست. شریدین بابایف حتی در بازی مرحله یکم این دسته ها توانست گلی بسیار هم زیبا رو به هدف برساند و در این رقابت هم حتما هم برای شریدین بابایف هم برای خب رامش جلیلوف و برای شهرام سلیمانوف امکانات های گلزنی پیدا خواهند شد. ضربه اینجا با طرف دروازه اجرا می‌گردد. ماز ضربه زد با طرف دروازه بازیگر حاصلات و دروازه‌بان توانست وضعیت نه دروازه‌بان بلکه
خوب اینجا موریلو دی سوزا توانست از نزد دروازه توپ را با سر زده دور کند. ارسال با داخل جریمه گاه. تا هنوزم توپ در داخل جریمه گاه استقلال است. اکنون بیرون برآورده می شود. پرسینگ نوبتی فوتبالبازان حاصلات. شهرام سلیمانوف پاسیو به کنار، ارسال با خطی حمله و اینجا بیلا با مارسن توپ را میخواست به داخل جریمه گاه پرتاید ولی به مقصد خود نرسید. آنجا در نتیجه سرگذاری وضعیت مذکور برطرف کرده شد. ارسال به داخل جریمه گاه در کنار توپ را اسلام زویروف میگیرد. پرتاب نوبتی این وضعیت هم برطرف کرده شد. شهرام سلیمانوف حرکت میکنند به مرکز ولی پاس 9 دقیق میدهد بعداً. موریلو دی سوزا پاسیو با سوزوکی کیتا. سو باقی بنده که بازی را آرام‌تر میکنه فوتبالبازان استقلال. حمله نوبتی پرتاب با داخل جریمه گاه امکانیت میجویند بازیگران استقلال. ضربه و این ضربه منوچهر جلیلوف خیلی هم بلند از دروازه میرود. مهردین حسنوف موریلو دی سوزا اینجا توپ گرفته می شود. امکانیت به هجوم گذاشتن هست ولی پس 9 دقیق رسانیده می شود به شهردین بابویف و همچنین با تویر جون تقویزاده دو نفری که در حمله از همه فعال هستند. پس به مرکز یک توپ را بوی دیگر و توسط کناری راست رامیش جلیلوف کوشش میکند او توپ را در نظارتش نگاه داشته میتواند پاسی و به داخل جریمه گاه توپ بیرون از میدان میرود. ضربه کنجی خواهد بود. ارسال بعد داخل جریمه گاه یک ارسال دیگر رسانیده می شود. ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه می رود. بار دیگر ما به این فرصت متوجه شدیم که چگونه لحظه خوفناک میتوانست به وجود بیاید ولی ضربه خیلی بلند رفت. پس به کنار بیلا با مارسن پرتاب رسانیده می شود. امکانیت خیلی خوب است برای هجوم را ادامه دادن. ارسال به داخل جریمه گاه و مهردین حسنوف دروازه‌بان توپ را به خطا میگیرد.
مورد ساوزه پس را توسط مرکز درست رسانیده توانست. حمله ادامه دارد. مرجیوتا مانوچر جلیلوف پس به عقیب. در کم داد مانوچر جلیلوف هم دسته خود را در موقع آزاد می‌بیند سوزوکی کیتا را و پس به طرف او داد. سوزوکی توسط کنار کوشش میکند و اشاره میگردد که قاعده بازی ویران گردید. حمله خیلی خوب توسط کنار راست این زمان جریان دارد. میتوانید اونجا را مشاهده کرد. پرتو به داخل جریمه‌گاه نتوانست توپ را درست به همدستای خود برساند. اونجا فکر دارم جونیور پرینس بود. پس با کنار شیرالدین بابایف حرکت میکند توسط مرکز. پس را درست داد ولی بعداً توپ را گرفت و از آن پس بهتر را به کنار چپ رساند. پرتاب به طرف بیلابا مرسن ارسال رسانیده می شود و در خط حمله مرکز هیچ کس قرار نداشت. حملگران مرکزی باید در همان موقع می شدند چون که همانجا موقع فوتبالبازان اساسی خط هجوم است، یعنی در جریمه‌گاهی که در نزد دروازه‌بان است. در چنین هجوم‌ها حملگران مرکزی باید در همانجا باشند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود. اینجا مهرالدین حسنوف توپ را به خطا میگیرد. توپ به کنار رسانیده می شود. پس نوبتی شهرام سلیمانوف اینجا کوشش میکند و قاعده بازی بر ضد ویران شد، اما مگر قاعده برانکنی در داخل جریمه‌گاه و در بالای خط نبود. این گپی بسیار مهم است، اما خورشید دادابایف اشاره میکند که قاعده بازی بیرون از موقع پنالتی ویران شد و او حق است، چون که طوری در لحظه تکرار مشاهده میکنیم قاعده بازی بیرون از جریمه‌گاه ویران شد، هرچند خود شهرام سلیمانوف در داخل جریمه‌گاه اسب افتید. میتوان از این موقع ضربه مستقیم به طرف دروازه اجرا نمود. توی جان تقاضا ضربه خود را اجرا میکند و خیلی گل زیبا را این فوتبالباز به ثمر برساند. حساب رقابت برابر میشود 2-2. دوبل توی جان تقاضا و هر دو گل خود را خیلی زیبا به ثمر رساند. طاهر جان سرول از فاصله دور ضربه زد به دروازه خولی و اینجا هم مورالدین حسنوف بر مقابل ضربه اجرا کرده حملگری دسته اوسیلات هیچ کار کرده نتوانست. در برگرداندن دو ضربه این فوتبالباز عاجز ماند.
و بار دیگر با لحظه تکرار ما متوجه می‌گردیم چگونه ضربه اجرا گردید و خیلی گل زیبا. دو دقیقه ضبط کرده می شود با وقت اساسی قسمی یکم دیدار. حساب رقابت دو بر دو مالکه شاهد 4 گل در نیمه اول شدیم. توی جان تقویزاده دوبل در ایتی دسته اوسیلوت، منوچهر جلیلوف و فرانچسکو مارجیوتا دو گل دسته استقلال را زدند. حمله نوبتی میتوانید هجوم را ادامه داد. در اینجا خالی است. در موقع بهترین ضربه زنی قرار داشت رامیش جلیلوف و برای چی پس به او داده نشد؟ این سوال را باید چندین مرتبه جونیور پرینسیمی از خود پرسد. در موقع خالی است پس را بر رامیش جلیلوف بدهد و او آسانک ضربه را به دروازه خالی وارد میکند. ولی جونیور پرینس وریانت دیگر دوام دادن این هجوم را انتخاب کرد که وریانت خطا بود طور معلوم شد. و رامیش جلیلوف آنجا البته حق داشت که اظهار ناراضگی خود را بیان کند، چون امکانیت برای زدن گل سیوم بود به دروازه استقلال و دروازه قهرمان فعلی. رامیش جلیلوف، شهرام سلیمانوف توپ را میگیرد. نه، این شهردین بابویف از دوستان ارجمند. شهردین حرکت میکند تا مرکز میآید، دو نفر را فیره میدهد و قاعده بازی بر ضد او ویران میشود. میتوانیم متوجه بگردیم چگونه بازی کاپیتان دسته اوسیلو شهردین بابویف قاعده بازی ویران شد. برای شهردین و دیگر بازیگران البته مهم است تا در بازی آخرین خود در موسم آسیب نبردارند، چون این بازی از نگاه جدول مسابقه ما اگر خوب متوجه بگردیم که برای دسته اوسیلو چی داده میتواند. اونا 23 خول دارند، در اینجا غلبه میکنند، 26 خول میگیرند، از زینه 8 بالاتر نمیروند. شهرام سلیمانوف این نوبت در نزد توپ قرار دارد. او به داخل او پاس میدهد و خیلی خوب ضربه نوبتی و این بیلا با مرسم بود. این زمان باز شهرام سلیمانوف به عمل نوبتی میرود. اسلام زایروف، شهرام سلیمانوف، پس با عقب خطا داده می شود و این امکانیت فراهم می‌آورد برای بازیگران دسته استقلال برای به هجوم گذاشتن و در خط دفاع بازی خوب و در جای بازیکن اوسیلوت بود. و همین طریق قسم اول رقابت دوستان ارجمند به انجام میرسد. نیمه اول با حساب 2 بر 2 تمام می شود. در نیمه اول ما با شما بازی بسیار هم خوب رو در جای هر دسته متوجه کردیدیم. فرانچسکو مارجیوتا و منوچهر جلیلوف دو گل دسته استقلال را زدند و توی جان تقویزاده هر دو گل دسته اوسیلوت را در نیمه اول زد. نیمه دوم جالب خواهد شد. از نزد کانال خود دور نروید. شما را در قسم دوم انتظاریم. با ما باشید.
آیا با استفاده بردن автобус و троллейбус‌های شهر دوشنبه به دبی رفتن ممکن است؟ البته سیتیکارت بخشیده به 33 سالگی استقلالیت تاجیکستان بازی جالبی را میان مسافران نقلیاتی جمعیتی شهر دوشنبه راه اندازی میکند. تا 27 دکبر سال روان استفاده از این اقدام شما می توانید صاحب تحفه‌های گران‌ارزی شوید.
بخت نشانت نمارم اتونی خوشی دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال، ما برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با قسم دوم رقابت دسته‌های حاصلات و استقلال. این بازی موقوف مانده دور 16 است. دلیر عزیزوف از میدان گرفته شد و بیکو پروسپر با جای وارد میدان میگردد. یعنی این تغییرات نخستین در بازی امروز است که در آغاز قسم دوم دیدار انجام داده شد. دروازه‌بان دسته حاصلات عوض گردید. من خود رسا میکنم که عین زمان حساب رقابت 2-2 است. بعد از تمام شدن نیمه اول و در آغاز قسم دوم دسته ها با دروازه دیگر توانستند 2 گلی را روان بنمایند. در مجموع ما در قسم اول شاهد 4 گل گردیدیم. اولتر از همه توانست با زدن گل منوچهر جلیلوف شرفیاب گردد. او هنگامی که پنالتی را زد اونجا دروازه‌بان پنالتیش را برگرداند و فرانچسکو مارجیوتا توانست اون حالت را با گل انجام بدهد، ولی بعد از تماشای ور اون گل بیکار کرده شد و پنالتی از سری نو تعیین گردید و این پنالتی که از سری نو تعیین گردید اون را توانست منوچهر جلیلوف با گل انجام بدهد و همین طریق حساب بازی گشوده شد. بعد از این گل باشد بازیگران دستکوشش طاهر تقوی‌زاده توانستند حساب را برابر کنند. دروازه‌بان دسته استقلال موردین حسنوف خطا کرد و از اشتباه او طاهر جان تقوی‌زاده استفاده کرد و توانست توپ را از فاصله دور با پای چپ وارد دروازه بگرداند. پس از فرصت باز فرانچسکو مارجیوتا توانست یک مرتبه دیگر توپ را وارد دروازه بنمود و حساب را 2-1 نمود و پس از این باشد طاهر جان تقوی‌زاده یک وضعیت استانداردی یعنی ضربه جریمه‌وی را توانست با گل انجام بدهد. با ضربه بهترین خود توانست حساب بازی را برابر کند. 2-2 شد و در آخر قسم اول امکانیت 100% گلزنی بود برای فوتبال بازیکن دسته حاصلات. آنها میتوانستند حساب را 3-2 بگردانند، ولی اونجا بازیگر این دسته پرینس پاس نداد. با همدستای خود اونجا رامش جلیلوف در
خیلی بهترین بود. پاس به این فوتبالباز داده نشد و حساب 2-2 باقی ماند. با این حساب نیمه اول جنبال شد، نیمه دوم هم اکنون آغاز می‌گردد و با همین حساب بازی در قسم دوم شروع شد. اون با چه انجام خواهد یافت ما و شما میتوانیم بعد از نیمه دوم متوجه بگردیم که دسته‌ها کدام نتیجه را در اینجا بعد دست میارند. خوب بیاید اکنون ما شما رو با هیئت دسته‌ها شناس بنماییم و با در نظر داشتی تغییرات هایی که در هیئت دسته اوسیلات بود، این زمان هیئت این تیم چنین است. گبکو پروسپر او در خط دروازه است و بعدا بازیگرانی که در خط دفاع در رقابت امروز هنرنمایی میکنند در هیئت دسته اوسیلات. خوب اینها تحت رقم 8 عبدالرحمن نوزیموف است، 28 بیلابا مارسی، نزات الله روزیف رقم 4، رقم 10 یاپیو کاپاوا. بازیگران خط نیمه مای رقم 26 جونیور پرینسیم، شهرام سلیمانوف 70، رقم 7 اسلام زویرов و حملگران رقم 88 رامیش جلیلوف، تقاضاده طاهر جان رقم 18. مؤلف دوبل و شیردین بابویف تحت رقم 14 در میدان است. اهلدین توردیف سرمربی دسته مسکو میباشد. این زمان توجه میکنیم با حمله که دسته اوسیلات داشت و این هجوم به نتیجه به انجام برسد. هیئت دسته استقلال چنین است. اینجا تغییرات با فرق از نیمه اول نیست. موردین حسنوف در دروازه رقم 99، دفاعگران سوزوکی که تحت رقم 28، رقم 21 الکسی لارین، رقم 96 دارک اولیسکی، تحت رقم 72 مهران مادامینوف بازی میکند. نیمه مایگران رقم 80 موریلو دی سوزا فلیس بیرتو، 23 پرویز بابونازارف، حسین جان قربانوف رقم 91، رقم 9 فرانچسکو مارجیوتا، در هجوم 45 دیمیتر میتکوف و رقم 63 باشد منوچهر جلیلوف که او و فرانچسکو مارجیوتا در قسم اول توانستند هر دو با زدن گل شرفیاب بگردند. دوران رقابت امروزه اینها هستند دوستان عزیز. این بازی را حکم میکند خورشید دادابویف، به از یک کنار منیر خان اشورov و از کنار دیگر نسیم جان منصورov کمک میرسانند. دوباره احتیاطی عبدالله دولتوف است، در ور امیر جان خورکشف و اکمل بوریف قرار دارند. زوال خوجا نظرو و همچنین در حوزه ویدیو داوران نشسته است. کمیسر این بازی عبدالله ساقیف است و ناظر داوران عبدالرحیم بابویف. توجه میکنیم به این حمله، ضربه به طرف دروازه اجرا میگردد. این ضربه خیلی هم نادقیق بود، هرچند قوی اجرا گردید ولی توپ بالاتر رفت. پس به خط هجوم رساننده میشد. امکانات خیلی خوب برای زدن ضربه و برای زدن گل نوبتی، اما اونجا به فکرم آفساید بود. شیردین بابویف کوشش کرد، چون مناظر است که در حالت بازی هم قرار داشت. میتوانیم متوجه بگردیم اینجا بله با احتمال گلی به آفساید بود. از همین لحاظ وضعیت مذکور البته با گل انجام یافت، بعدا مشاهده میکردن این حالت رو و گل رو حساب نمیکردن. من خود رسا میکنم که دسته استقلال به حیث قهرمان فعلی با این رقابت وارد شد، یعنی دسته مذکور
расман қаҳрамониро дар мусобиқаи мазкур, яъне дар лиги олии мамлакат аз худ кард ва айни замон агар мо ба ҷадвал ҳам мутаваҷҷеҳ бигардем дар ҷадвали мусобиқа баъд новаста аз он ки дастаи мазкур яъне дастаи Истиқлол ҳазама дида бозӣ камтар гузаронидааст, айни замон танҳо 17 бозӣ дорад. ин рақобати 18-уми дастаи Истиқлол аст ва дар маҷмӯъ бояд 22 бозӣ бошанд, яъне баъд аз ин боз 4 бозӣ дигар хоҳад дошт дастаи Истиқлол. 48 хол дар ҳисоби худ дорад ва баъд аз 48 имтиёз баъд аз 17 бозӣ 48 холро дар ҳисоби худ гирифтааст. 16 ғалаба, ягон бозӣ мусовӣ анҷом наёфт ва дар як рақобат дастаи Истиқлол ба шикаст рӯбаро гардид. дастаи Хуҷанд ин тимро шикаст дод 1-0 ва футболбозони Истиқлол 50 гол ба дарвозаи рақибон заданд, танҳо 7 голро аз тури дарвозаи худ гирифтанд, яъне ҷамъи 43. пеш аз ин бозӣ таносуби туввор буд. айни замон онҳо 52 голро ба дарвозаи рақибон заданду 9 голро аз тури дарвозаи худ гирифтанд. яъне ё дастаи ҳосилоти имрӯз ё дастаи регата даст дар бозии навбатӣ ки бозии мавқуф мондаи давраи 7 аст ва рӯзи 20 баргузор мешавад. ба дарвозаи дастаи Истиқлол танҳо голи 10-умро дар мавсим хоҳанд зад, чун айни замон танҳо 9 голро дастаи мазкур ба дарвозааш сар додааст. пас ба ақиб шаҳром Сулаймонов тӯбро ба хати ҳамла расонида метавонад. Тоҳирҷон Тағоизода, Ирсолиё, Шаҳром Сулаймонов, Тоҳирҷон Тағоизода, Ирсолиё ба хати ҳуҷум, Ромиш Ҷалилов, пас ё ба ақиб, партоби навбатӣ, зарба ва тӯбинҷо паҳлӯтар аз дарвоза аз майдон берун меравад. تو به کنار رسانیده می شود. حمله نوبتی می توان کوشش خوب کرد. حمله بازیکنان دسته استقلال توپ با خط حمله رسانیده می شود. در نیمه دوم دسته اوسیلوت بسیار هم فعال است، اما یکی از حمله نخستین را در اجرای فوتبالبازان استقلال دیدیم. نوزیم عبدالرحمانوف توانست توپ را زده از همین موقع دور کند. ارسال با داخل جریمه‌گاه. شردین باباєв پاسی با شهرام سلیمانوف. یک ارسال دیگر با خط حمله رسانیده می شود.
جا سوزوکی که تقویت بازی رو ویران کرد. شهرام سلیمانوف در مزه توپ قرار دارد. او میتواند این وضعیت را استفاده ببرد. بر مقابل طاهر جان تقویزاده این قاعده بنا کنه بود. ارسال رسانیده میشود به داخل جریمه‌گاه. توپ به کنار پرتافته میشود. ارسال به داخل جریمه‌گاه. در نظارت خود توپ را قرار دادند بازیگران خوب دسته حوصلات 90 به هجوم میگذارند. فرصت های خوب را هم به وجود آوردند ولی تا هنوز ضربه خوب نشانرس و برخواسته به طرف دروازه محمدین حسنوف در این میدان دیده نمیشوند. پس به کنار شهرام سلیمانوف. توپ را باید در مرکز میدان و بازم توانستند نظارت توپ را برای خود تامین کنند. فوتبالبازان حوصلات. پس نوبت بیلا با مارسن. ارسال به عقب. جونیور پرینس پاس دادن را در خانه فراموش کرده است. این فوتبالباز تنها ضربه میزند. ضربه به جا و به جا. دسته حوصلات بعد از 21 بازی در حساب خود این زمان 23 امتیاز دارد. دوستان ارجمند پیش از این رقابت جمعی یک داشت. و همین جمعی یک باقی ماند چون که 2 گل را زد و 2 گل را سر داد. پرویز با نظر از میدان گرفته میشد. احمد شایف تله رقم 22 این زمان به میدان می آید و باز یک تغییرات دیگر هم خواهد بود. در دقیقه 60 رقابت احمد شایف تله رقم 22 وارد میدان میگردد. بازیگر جوان دسته استقلال. ارسال به داخل جریمه‌گاه. محمد رجبوف به میدان آمده است به جای حسین قربانوف که تحت رقم 91 تا همین دم بازی کرد و تحت رقم 8 در میدان خواهد بود این بازیگر. امکانیت بهتر این برای فوتبالبازان حوصلات. پس با عقب رسانیده می شود. توپ اینجا بیرون از میدان می رود. ارسال رسانیده می شود. پس به عقب. با کنار رسانیده می شود. پرتاب نوبتی و اینجا توپ بیرون از میدان می رود. موریلو پرتاب با عقب. پس به عقب. حالا نوبتی دسته استقلال در قسم دوم شماره هجومی دسته شهر دوشنبه خیلی کم هست.
پروسپر با فوتبالبازان خط دفاع توپ را می‌دهد تا هجوم درست آغاز بگردد. ویلا با مارسن، شهرام سلیمانوف. منوچهر جلالوف پاسیو با کنار. اینجا احمد شایف یا یک بازیگر دیگر کوشش حمله را ادامه دادن کرد توسط کنار. تلاش نوبتی فوتبالبازان دسته استقلال باز به نتیجه جنببست گردید. اونجا محمد رجبوف بود. بله تحت رقم 8 محمد رجبوف بازی کرده شده است. احمد شایف او تحت رقم 22 در میدان است. اصلا غیر از این بازیگران یعنی محمد رجبوف و احمد شایف که در از ذخیره به میدان آمدند باز میتوانند چند نفر دیگر وارد میدان بگردند از هیئت ذخیروی. اونجا دسته استقلال چنین فوتبالبازان را دارد: نیکولاس توشیچ دروازه‌بان، بعدا علیم جان جورایف یک دروازه‌بان دیگر، مصطفی حسن بیکوف دفاعگر، مبارز مسکین شایف او هم دفاعگر است، رمضان بختالیف نیم حمایتگر و دو نفر دیگر اونها لقب به میدان آمدند: احمد شایف و محمد رجبوف. پس به کنار محمد رجبوف توپ را اداره میکند. پاس به عقیب. اینجا موریلو د ساوز نتوانست پاس درست بدهد. ولی پرسینگ کرده ایستادن فوتبالبازان استقلال. یا پیبوکاپا و مبارزه بر توپ را از نزد او گرفت. منوچهر جلیلوف این زمان با توپ ضربه و خیلی ضربه زیبا. امکانیت برای زدن گل سوم پیدا شد. همه پاس را شاید انتظار داشتند ولی منوچهر جلیلوف به طرف دروازه ضربه زد که ضربهش به یک ضربه گویم خوفناک تبدیل یافت. در هیئت دسته حاصلات دوستان عزیز ما یک تغییرات را دیدیم. دلیر عزیزوف در آغاز قسمت دوم از میدان بیرون شد و گیبیکو پروسپر جای را گرفت. باز در هیئت ذخیروی دسته حاصلات چنین فوتبالبازان هستند: پرویز رحمانوف دفاعگر، سعید امیر علیف دفاعگر، دلیر یادگاروف نیم حمایتگر، جامی نظرف یک فوتبالباز دیگر خطی نیم حمایت، بعداً عبدالجبار عبدالعلیمزاده و بعداً باز اونجا علی جان کرامت‌الله زاده هم قرار دارد و او هم در هیئت ذخیروی است. محمد رجبوف، موریلو د ساوزا، پاسیو با عقیب، ارسال با خطی هجوم رسانیده می شود. عزت الله روزیف این وضعیت را برطرف کرد. رامش جلیلوف پرتابیو کمی بلندتر می رود. پس به عقیب شیرالدین بابایف، توپ را به عقیب به شهرام سلیمانوف می رساند. توپ را شهرام بر می گرداند به شیرالدین بابایف. حرکت های شیرالدین بابایف ارسال به داخل جریمه گاهند دیگر خیلی خوب بازی کردن فوتبالبازان دسته حاصلات و پینالتی تعیین کرده خورشید دادوبایف. پینالتی دوم در بازی امروزه. در قسم اول با دروازه دسته حاصلات پینالتی تعیین گردید. اکنون در نیمه دوم با دروازه دسته استقلال میتواند این پینالتی را خود شیرالدین بابایف بزند.
بله خود شهردین بابایف پنالتی رو اجرا خواهد کرد. شهردین بابایف این زمان در حساب خود 7 گل دارد. او 7 گل دارد و دیان تومباس از خوجان هم 7 گل دارد. این زمان شهردین بابایف امکانیت دارد تا حساب گل‌های خود را بیشتر سازد. خوب حرکت های شهردین بابایف، نگاهی او به طرف دروازه. ضربه او و بدون یگان امکانیت و دروازه‌بان استقلال. حساب رقابت بر نفع دسته اوسیلوت 3-2 می شود. شهردین بابایف کاپیتانی دسته اوسیلوت گل را به طور دروازه سابق دسته خود وارد می کند. میتوانیم بار اگر متوجه بگردیم چگونه قاعده بازی بیان گردید. احمد شویف با قاعده بیان کنی رو داد، اونی که در نیمه دوم به میدان آمد. شاید بعد از این گل اکنون دسته استقلال بسیارتر کوشش کند برای موفق گردیدن، ولی از یک طرف البته دسته استقلال رو میتوان درک کرد. یکمش گفتیم که بازیکنان اساسی این دسته نیستند، چون در هیئت منتخب تاجیکستان برای بازی‌های رفیقانه دعوت شدند. غیر از منوچهر جلیلوف که اینجا در میدان است، بازی کرده است، گل هم زد. خوب دیگران نیستند بازیکنان اساسی و این یک طرف مسئله. از طرف دیگر دسته استقلال الکی قهرمان است. اینجا جوانان استفاده کرده می شوند. خوب به دسته قهرمان دیگر برد کردن و حتما بازی را با غلبه انجام دادن فایده خیلی کم دارد. این تبلیغ یعنی حتما البته فایده دارد، چون غلبه است. بازیگران هم شاید خواهش غلبه کردن رو داشته باشند، ولی این هم خواهش نیست که تو قهرمان شوی بود. این یعنی آدمی هست، همین طور است. هنگامی که دسته قهرمان می شود دیگر فوتبالبازان هم آرام‌تر می‌گردند، استادی مربیان هم آرام‌تر می‌گردند، رهبریت هم آرام‌تر می‌گردد. یعنی مغلوبیت رو آرام قبول میکنند دیگر همه، چون که دیگر مغلوبیت یگان فلاکت نیست، یگان فوجعه نیست، یگان ضرری نمی‌آورد. تنها در جدول غلبه ها و باخت ها اکنون یک مغلوبیت نه، 2 باخت خواهد بود، یکی از خوجان دیگری از اوسیلوت. اگر همین طرف شود من در نظر ندارم که حتما البته دسته استقلال اینجا مغلوب خواهد شد. من تنها همین چیز را در نظر دارم که بعد از قهرمان شوی باخت خیلی و خیلی آرام قبول کرده می شود. از نگاه دسته اوسیلوت با اونها چی دادن میتوانند همین بازی با اونها هرچند از نگاه جدول مسابقه و موقع هیچ چیز ندهد، چون اوسیلوت از زینه خوب هشتم بالون نمی رود. بر صورت دسته اوسیلوت میتواند زینه هشتم بالون نمی رود، اما پایان رفتن میتواند، چون که اینجا بینید که دسته اوسیلوت 23 امتیاز دارد، ولی همین بازی آخری نشست، یعنی میتواند صاحب 26 امتیاز بگردد و اگر دسته مذکور صاحب 26 خود بگردد، در این صورت دسته اوسیلوت از زینه هشتم دیگر بالا و پایان نمی رود، در همین زینه باقی میماند نوبسته به نتیجه بازی های دسته های دیگر. اما اگر در این دیدار گویم که یا بازی رو مساوی کند برای مثال، یا بازی رو با باخت انجام بدهد و دسته برقچی در 2 بازی خود که برای برقچی 2 بازی دیگر ماندند، در 2 بازی خود پیروزی به دست آورد. اگر مساوی شود اوسیلوت 24 خل میگیرد، اما در 2 پیروزی برقچی میتواند 6 خل گیرد و 26 امتیاز را به دست آورد و زینه هشتم را بگیرد. باز کدام دسته؟
خوب استرافشان تنها میتواند برای مثال اگر امروز اوسیلوت با بخت روبرو بگردد استرافشان یگان امکانیت ندارد برای به این دسته نزدیک شدن. یعنی از همه پست دسته اوسیلوت در مناسب جوری میتواند به زینه نهم برود و تمام. از زینه نهم پستر دسته مذکور نخواهد رفت و از زینه هشتم هم بالاتر نمی رود. یعنی از بازی امروزه وابسته خواهد بود که دسته اوسیلوت زینه هشتم میگیرد یا زینه نهم. ولی همین زینه هشتم رو هم نگاه داشته میتواند، چون که امروز حتی اگر بخت کند و خوب دسته برقچی در دو بازی که باقی مونده است 6 خود را به دست نآورد، اونها حتی اگر 4 خود را هم به دست آورند با دسته اوسیلوت برابر شده نمیتونند، چون که از نگاه گل‌های زده و سر دادن تناسب توپ‌ها اونها خیلی عقیم هستند، چون که این زمان اونها تناسب توپ‌هایشان طرح 17 است مینوس 17 در حالی که اوسیلوت این زمان جمع 1 دارد. یعنی در این بازی اکنون دسته استقلال انیق به طور دروازه این تیم خوب 18 19 گل نخواهد، این معلوم است. یعنی از نگاه ریاضی ماتماتیک گفته است بودم که برقچی حتی امکانیت دارد در صورت بخت دسته اوسیلوت از این دسته گذشتن اگر تنها در یک بازی غلبه کند. ولی گویم که از روی حقیقت و حیات نظر بندازیم تنها در نتیجه 2 بازی پیروز شدن و در نتیجه 6 امتیاز گرفتن برقچی میتواند از دسته اوسیلوت گذرد در صورتی که اگر امروز اوسیلوت پیروز نگردد. ارسال به داخل جریمه گاه امکانیت برای زدن ضربه و گل. در مورد موقعی دسته اوسیلوت حرف زدیم که فوتبالبازان دسته استقلال گل سوم خود را به ثمر میرسانند. فرانچسکو مارجیوتا دوبل میکند در بازی امروزه و حساب را او برابر میکند 3-3. میتونیم بار دیگر متوجه بگردیم چگونه اینجا میتکوف هم پاسی خوب به عقیب داد از کنار سرفال سوزوکی که تا پرتاب کرد به داخل جریمه گاه. دروازه‌بان باید میگرفت، گیبک و پروسپر باید این توپ را میگرفت. دفاعگران هم به او امید بخشیدند که او میتواند توپ را بگیرد. بسیار نوبتی با داخل جریمه گاه. حالا نوبتی تو به کنار رسانیده می شود. توی جان تقایزاده دقیقه 78 رقابت دوستان ارجمند جریان دارد. حساب بازی 3-3 است. ما شما البته بازی خوب را تماشا کرده سادیم. هرچند گفتیم از نگاه جدول مسابقه اهمیت بزرگ این رقابت
надорад. نه برای دسته اوسیلات، نه برای دسته استقلال. اما از یک طرف دیگر ما طور اشاره کردیم این رقابت است که بدون فشار میتواند جریان بگیرد. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه رومیش جلیلوف کوشش کرد برای اجرا کردن ضربه، ولی ضربه زده بازیگر مذکور در نتیجه صدگذاری برطرف کرده می شود و یک ضربه دیگر کنجی خواهد بود. شاران سلیمانوف پس به عقیب تویرجان تقایزاده ارسال به داخل جریمه گاه میکند. تو به کنار رسانیده می شود. بیلا با مارسن حرکتی و ادامه دارد بر مقابلی اونجا حمد شایف مبارزه بر شیردین با بویب ضربه به طرف دروازه و وضعیت مذکور برطرف کرده شد. یک هجوم خوب بود اصلا. نظیم عبدالرحمانوف پس با تویرجان تقایزاده ارسال به خط حمله رسانیده می شود. کوشش های نوبتی فوتبالبازان دسته اوسیلات بود. شیردین بابایف توپ را گرفتن نتوانست. حمله نوبتی دسته استقلال آغاز می شود. پرتاب به خط هجوم در مرکز میدان. شاگردان علیدین توردیف توپ را می گیرند و به حمله نوبتی می گذارند. اسلام زویروف توسط مرکز حرکت میکند. اسلام پاسی به خط هجوم امکانیت و توپ را اینجا گرفتن نتوانست. اسلام زویروف هم البته بعد از اون که نتیجه خوب را در هیئت نورسان تاجیکستان در مالایزیا نشان داد و جام جهان به برزیل رفت. اما پس آن یک مرحله بسیار هم میگم که مشکل برای فوتبال میهن در دسته 23 ساله های کشور بود، دسته المپی که اولین مرتبه با مرحله فینال جام آسیا هم رو خط گرفت. کوشش نوبتی در خط هجوم مهران مادمی فشار میکند که قاعده بازی رو ویران نکرد. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی مانده است دوستان ارجمند تا انجام وقت اساسی این رقابت. گبیکو پروسپر ضربه خود را اجرا میکند به خط هجوم و همدستایش اونجا کوشش کردن برای گرفتن توپ از جمله شیردین بابایف. ارسال نوبتی به خط هجوم توسط کنار محمد رجبوف حمله را ادامه دادن میتواند. نظیم عبدالرحمانوف بر مقابل مبارزه میبرد. تو رقم 8 در کنار چپ اینجا به هم میآیند و رقم 8 دسته اوسیلات نظیم عبدالرحمانوف این وضعیت را برطرف کردن میتواند. محمد رجبوف بازیگر جوانی دسته استقلال کوشش کرد با او امکانیت داده شد در بازی امروزه. خوب درباره اسلام زویروف اشاره کردیم و یک مرحله مشکل گفتیم در منتخب المپی کشور بود هنگامی که با ازبکستان اولین مرتبه دسته المپی را یافت. حمله نوبتی دسته استقلال ضربه به طرف دروازه و منوچهر جلیلوف این ضربه را اجرا کرد با پای چپ اما در نتیجه صدگذاری این ضربه برطرف گردید. یک امکانیت خیلی خوب بود برای کاپیتان دسته استقلال در بازی امروزه تا یک گل دیگر به ثمر رسانیده شود. میتوانیم ما بار دیگر متوجه به همین هجوم بگردیم چگونه توپ در کنار گرفته شد در داخل جریمه و ضربه زده منوچهر جلیلوف به همدسته و به میتکوف رسید. بیلا با مارسن توپ را به کنار میرساند. پس به عقیب اسلام زویروف و در هیئت 23 ساله های مملکتمون اسلام زویروف و باز چند نفر دیگری که در هیئت المپی در ازبکستان آمد کردند. بازی خیلی اونجا بد بودند. حتی در 3 بازی گروهی ما نتوانستیم یک امتیاز بگیریم، حتی یک گل هم نزدیم در کشور ازبکستان در بازی چمپیونات آسیا بین دسته‌های تو 23 ساله.
و به نتیجه ضعیفترین بدن برگشته. بیلابا مارسن کارت زرد میگیرد. متوجه میگردیم چگونه بر مقابل مهران مادامینوف این بازیگر قاعده بازی را ویران نمود. با مهران مادامینوف عموما پسر نامد. این عملی که بیلابا مارسن کرد. فرانچسکو مارجیوتا در نزد توپ قرار دارد. یک وضعیت خود استانداردی یعنی ضربه جریمه‌ای است. موقع میگیرند بازیگران دسته استقلال برای به حمله گذاشتن و فوتبالبازان اوسیلوت برای در خط دفاع بهتر بازی کردن. فرانچسکو مارجیوتا ارسالی با داخل جریمه‌گاه. کوشش دومی و این نوبت گبکو پروسپر توپ را به یگان مشکلی و به یگان خطا میگیرد. ضربه به خط هجوم اجرا کرده میشود به خط نیمه حمایت. دقیق‌ترش اینجا شیردین بوبویف توپ را قبول میکند و حمله را ادامه دادن میتواند. شیردین به خط نیمه حمایت هم برمیگردد برای ترکیب روی هجوم ها و گلی که امروز به ثمر رساند برای شیردین بوبویف در موسم جاری لیگ اولی مملکت گل هشتم باشد. دوستان عزیز، همکنون شیردین بوبویف حساب گل‌های خود را با دو فوتبالباز دیگر برابر میکند. با نوزین بوبوجانوف از دسته خوب ریگارتاداز و همچنین از دسته خوجان دقیق‌ترش دست پرور ریگارتاداز و همچنین با عبدالخلیل بورانوف از کمیفیا حتی نوبتی به داخل جریمه‌گاه مورد دسوزا برطرف میکند. یک کوشش دیگر برای ضربه زنی ضربه اجرا گردید. جونیور پرینس این ضربه را زد و به برای هجوم جنبش می شود. دسته استقلال امکانیت دارد تا به حمله نوبتی بگذارد. پس به خط نیمه حمایت محمد رجبوف توسط کنار توپ را به خط حمله می رساند. مبارزه اینجا ادامه داشت. منوچهر جلیلوف حرکت به خط هجوم ادامه دارد. دو نفر در نزد منوچهر بودند و جلیلوف توپ را درست به کنار به محمد رجبوف می رساند. رسول محمد رجبوف به داخل جریمه‌گاه ضربه و در نتیجه صدگذاری این ضربه برطرف کرده می شود. بسیار هم خوب در خط دفاع بازیگران دسته اوسیلوت هنرنمایی کردند و نگذاشتند تا خطری کند فرانچسکو مارجیوتا. حمله نوبتی رومیش جلیلوف توسط کنار به هجوم می‌گذرد. سابق بازیگر دسته استقلال این زمان بازیگر دسته اوسیلوت ولی این وضعیت هم برطرف می‌گردد. مهران مادامینوف پاسی خوب داد اصلا به موقع آزاد میدان ارسال به داخل جریمه‌گاه مارجیوتا ضربه و گبکو پروسپر این ضربه را برطرف می‌کنند. هرچند در گل سوم گبکو پروسپر با خطا رو داد با اشتباه رو داد ولی در همین فرصت ما مشاهده کردیم که چگونه دروازه را او از گل مقرری نجات داد. قاعده بازی در کنار ویران کرده شد و بعداً در مورد اسلام زویرف اگر البته گیم که خلاصه کنیم این بازیگر یک مدت از فوتبال تاجیک دور بود در لیگ‌های جوانان و هوسکاری مملکت روسیه علاوه در شهر سوچی بازی میکرد و باز اکنون برگشت و اکنون شرف دسته اوسیلوت را میکند. باز میتواند آهسته موقع خود را بلندتر بگرداند. اینجا بازیگر دسته استقلال با کمک دختران نیاز دارد و خورشید دادابویف داور بازی امروز حتی به نزد خود جیغ میزند. دختران دسته را تا پزشکان کمک برسانند. خب بازیگر نو عوض کرده می شود. بازیگر نو به میدان می آید. طوری مشاهده میکنیم اینجا رمضان بختالی وارد میدان میگردد. منوچهر جلیلوف از میدان گرفته می شود. اکنون در جدول نشان زنهای بهترین منوچهر جلیلوف بازم موقع خود را بهتر میکند. بازیگر مذکور اکنون 13 گل در حساب خود دارد. تا همین بازی او 12 گل داشت و امروز از پنالتی گل یکمی دسته استقلال را زد و بازیگر مذکور اکنون در حساب خود 13 گل دارد. اونجا تا هنوز هم کمک‌رسانی ادامه دارد با در کلی است که ما مشاهده میکنیم بار دیگر با اون فرصتی که میتکوف توپ را با فرانچسکو مارجیوتا پرتافت و بازیگر مذکور امکانیت بهترین داشت ولی نتوانست این وضعیت را استفاده برد. در این صورت حساب رقابت 4-3 میشد. عموما بعد از آن که دسته اوسیلوت گل سوم خود را به هدف رساند و حساب 3-2 گردید، دسته استقلال واقعا هم خیلی فعال گردید. توجه میکنیم با این هجوم میتکوف اینجا کوشش میکند. اسلام زویرف مبارزه برد و دوبار به قدم قرار میآید. اینجا قاعده بازی برای نشده است اما افساید بود. میتکوف در حالت بازی قرار داشت. از این لحاظ البته وضعیت مذکور اکنون به طور دیگر تحلیل کرده شد.
ҳамлаи навбатии дастаи ҳусилот ва бозигарони дастаи истиқлол баъд аз он ҳисобро ҳам баробар карданд ва ҳам имконият доштанд то ба пеш ҳам бароянд ва инам дар ҳолест ки ин ҳайати асосии яъне ҳамаи бозигарони асосии дастаи истиқлол дар майдон нестанд. خودرسان میکنم که آنها با بازی‌های رفیقانه موینایه بر مقابل منتخب‌های نپال و افغانستان دعوت کرده شدند و دو بازیگر دسته استقلال توانستند نتیجه را یا خود غلبه را بر مقابل نپال تامین بنمایند. شیروانی مبادشویف دوبل کرد و علیشیر جلیلوف همچنین دوبل کرد و با حساب 4-0 دسته ما پیروزی را در بازی با دسته 176 ریتینگ عمومی جهانی فیفا غلبه به دست آورد. رمضان بختلیف نخستین رسیدگی به توپ در مرکز میدان دو نفر اینجا مبارزه میبرند و اسلام زویروف توپ را برگرداند به نظارت دسته حسیلات یا پیو کپا و پاسی به شهرام سلیمانوف در اوتی دو نفر شهرام قرار گرفت و توپ را از دست داد. حمله نوبتی اینجا کوشش ضربه زنی به طرف دروازه بود و شهرام سلیمانوف قاعده بازی را ویران کرد با او همون چیزی پسند نآمد که توپ را از نزد پایهای او گرفتند و اکنون وضعیت خوب استانداردی وضعیت اولی ضربه جنیموی برای فوتبالبازان دسته استقلال. دستای روشن کلوب دسته رگر تدال شهر ترمسوزاده همچنین دستای هستند که بازی کم رو گذرانیدند. باید این دستا باز هر یک از اونها 4 بازی دیگر رو برگزار کنند و هم دسته رگر تدال هم دسته روشن یک بازی دیگر با دسته خوب استقلال دارند و باز بین خود هم رقابت رو باید برگزار نمایند. پس نوبتی به خط هجوم اینجا هرچند بازیگر خط حمله شریدین بابایف کوشش کرد ولی به توپ نرسید. اسلام زویروف اینجا پس 9 دقیق میدهد. شهرام سلیمانوف پرتابی به خط هجوم و طوری مشاهده میکنیم وضعیت مذکور هم بی‌نتیجه جمع بس میشود. فرانچسکو مارجیوتا اینجا توپ از میدان بیرون خواهد شد هرچند بازیگر جوان محمد رجبوف کوشش کرد تا توپ را در میدان نگاه بدارد. از همه ناراضی در رفت رقابت موزه علیدین توردیف از آن عمل دستپرور خود جونیور پرینس سیمه بود هنگامی که در انجام نیمه اول او و رامیش جلیلوف 2 بر 1 رفتند به هجوم. رامیش جلیلوف در فرصت 100% گلزنی در موقع اولی بود ولی جونیور پرینس سیمه پاس نداد. سوزوکی که تا پاسیو دیمیتر میتکوف توپ را نادرست میرساند. کمی سرعتی آن پستر بود و در فوتبال البته همیشه عیبدار نفری است که پاس را میدهد نه نفری که قبول میکند. پرتاب به مرکز شهرام سلیمانوف 4 دقیقه زم کرده می شود. دوستان عزیز با وقت اساسی نیمه دومی دیدار من خود رسان میکنم که این بازی موقوف مانده دور 16 لیگ عالی مملکت است. رامیش جلیلوف حرکت کرد. جونیور پرینس در مرکز میدان پاسیو نوزیم عبدالرحمانوف پاسی خیلی خوبی و با خط هجوم امکانیت بهترین پرتاب شریدین بابایف ضربه چگونه شریدین بابایف این امکانیت را با گل انجام نداد اما اینجا افساید هم بود. هنگام پاس چون به نظر رسید که شریدین بابایف در حالت نوبازی قرار دارد و پیش از این هم افساید بود. یعنی در این رقابت وار کار میکند. اگر اینجا شریدین بابایف توپ را وارد دروازه میکرد بعد از تماشای وار گل حساب کرده نمیشد. حمله نوبتی محمد رجبوف توسط کنار کوششیو ارسال به داخل جریمه. فرانچسکو مارجیوتا پاسی خوب ولی اینجا دفاعگران دسته حسیلات وضعیت مذکور را برطرف میکنند. مبارزه در مرکز میدان میتوان کوشش کرد برای ضربه زنی تو به کنار چپ رسانیده میشود. شریدین بابایف و اینجا موریلو دی سوزا که به خط دفاع برگشت توانست وضعیت مذکور را سریع وقت برطرف نماید. خود رسان میکنم که برای دسته حسیلات این بازی آخرین است در لیگ عالی مملکت بازی 22م. پیش از این اونها لکه 21 بازی را برگزار کردند
аммо дастаи Истиқлол бошад, ин танҳо бозии 18 аст барои ин тим ва баъд аз ин бояд 4 бозии дигарро дастаи мазкур гузаронад. ирсол ба дохили ҷаримаго расонида мешавад. вазъияти хуб буд ва инҷо ҳуҷум ба дарвозабон буд. қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. танҳо дирӯз дар ҳамин варзишгоҳ бозии мунтахаби тоҷикистон бо непал буд ва баъд аз ин боз рӯзи 19 моҳи ҷорӣ мунтахаби тоҷикистон бо мунтахаби афғонистон бозии дуввуми рафиқонаро дар моҳи ноябр баргузор хоҳад кард ва пас аз он, яъне дар як рӯз баъд аз рақобати мунтахаби тоҷикистон ва афғонистон бозии дигари мавқуфмондаи дастаи Истиқлол баргузор хоҳад шуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум. имконият аст ва Франческо Марҷиот инҷо пас надод ба Мирон Мадаминов, ки дар мавқеъ беҳтар буд. яъне бозии мавқуфмондаи даври ҳабдумро Истиқлол хоҳад гузаронд. рақиб дастаи Регар Тадаз мешавад ва бозӣ дар ҳамин варзишгоҳ, яъне дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ баргузор мешавад рӯзи 20 ноябр, яъне баъд аз як рӯзи бозии мунтахаби тоҷикистон бо афғонистон. Певокапа ва Нозим Абдураҳмонов паси ба марказ. дар маркази майдон тубарабои хеле олии футболбозони дастаи Истиқлол. инҷо дар канор Муҳаммад Раҷабов холи аст. пас маз ба футболбози ҷавони Истиқлол расонида мешавад. ҳаракат ба марказ. Муҳаммад Раҷабов идома медиҳад ҳаракати худро. пасиё ба Рамазон Бахталиев. Рамазон Бахталиев як бозигари дигари ҷавони дастаи Истиқлол аст. онҷо кӯшиш кард Франческо Марҷиота ва ҳамин тариқ дӯстони арҷманд бозии дастаҳои Осилот ва Истиқлол бо натиҷаи 3-3 ҷамъбаст мегардад. дар рафти рақобати мазкур мо шумо шоҳиди 6 гол гардидем ва баъд аз ҳамин рақобат дастаи Истиқлол 49 холро акнун дар ҳисоби худ дорад ва 4 бозии дигар мондааст. дастаи Осилот бошад акнун соҳиби 24 хол аст ва дар лиги олии мамлакат бозиҳои дастаи Осилот ба анҷом расиданд. ин даста метавонад ё зинаи ҳаштумро бигирад ва ё зинаи нуумро агар дастаи Барқчӣ дар ду бозии навбатии худ пирӯзиро ба даст орад. дастаи Осилот ба зинаи нуум поён хоҳад фаромад. ин бозӣ ба анҷом расид. мо шумо як бозии ҷолиб ва дидниро тамошо кардем. шоҳиди 6 гол гардидем ва хайрхуш мекунем. гулрӯз Худоназарзода бо шумо ин бозиро тамошо кардам. хайр, тансиҳат ва хонобод бошед. Got it. Manu.